سرخط خبرها. نگرانی از تعقیب تاجیکان در افغانستان، ریدهای گسترده ضد مهاجران و راههای تاجیکستان را بهترین در آسیای مرکزی گفتند. روز بخیر بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 17 نوامبر. یک مقام وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از پایمالشوی حقوق تاجیکان افغانستان اظهار نگرانی کرده است. خبرگزاری رسمی تاس نوشته است وفا نیتبک زاده، سردار ریاست تحقیقات استراتژی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، ضمن سخنرانی در جلسه مشورتی مسکو آید به افغانستان روز 16 نوامبر گفت: ما بارها در زمینه شکار همه‌جانبه تاجیک تبارها اظهار نگرانی کردیم که به طور برجسته در ولایت پنجشیر، شهر کابل و چند ناحیه شمال افغانستان مشاهده می شود. همه روزه در افغانستان با بهانه همکاری تاجیکان با جبهه مقاومت ملی افغانستان کشتار صورت می گیرد. او افزوده است: ما ضد نقض حقوق گروه های قومی مختلف، زنان، سابق نظامیان حکومتی و اهل فرهنگ افغانستان قاطعانه صدا بلند می کنیم. دیپلمات تاجیک در جلسه مسکو تاکید کرده است که دوشنبه بر این است که در افغانستان تا حال یک حکومت فراگیر با شرکت همه گروه های سیاسی و قومی ایجاد نشده است. روز چهارشنبه در پایتخت روسیه جلسه نوبتی فرمت مسکو آید به افغانستان آغاز شد که برخلاف تجربه های گذشته این نوبت بدون حضور طالبان گروه حاکم در افغانستان جریان میگیرد. زمیر کابولوف، سردار ریاست دوم آسیا در وزارت کارهای خارجی روسیه، هم پیش از جلسه به ژورنالیستان این را تصدیق کرده است. طالبان گفتند که به حضور آنها این نشست ناکامل است. در نتیجه رید یا عملیات ضد مهاجران در ناحیه‌های کالینین و فرونزه شهر پتربورگ نزدیک به 900 مهاجر خارجی بازداشت شده است. طور سامانه ویچرنی سنت پتربورگ از قبل خدمات مطبوعاتی سرریاست کارهای داخلی سنت پتربورگ و ولایت لنینگراد روسیه خبر داده است مقامات روز 16 نوامبر سال روان ریدهای گسترده ضد مهاجران را جنببست کردند. با اطلاع منبع، کارمندان پلیس در جریان این رید اساساً به مکان‌های بودوباشی مهاجران خارجی و همچنین به مرکزهای صنعتی و سودا که خارجیان را برای کار جلب می‌کنند تمرکز کردند. در عموم کارمندان پلیس حجت‌های 877 شهروندی کشورهای خارجی نزدیک را تفتیش کردند و مقامات نسبتی 58 نفر که در قلمرو روسیه با نقض قاعده‌های مهاجرت به سر می‌بردند پرونده‌های مأموری گشودند. در خبر گفتن نشده است که این مهاجران زادگان کدام کشورند. با این 58 مهاجر اخراج یا دیپورتاسیون تهدید می‌کند. در نتیجه ریدهای ضد مهاجران در این منطقه از اول سال 1932 مهاجر خارجی به زادگاهشان اخراج شدند. آنها شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و دیگر کشورها بودند. پلیس سنت پتربورگ از این به بعد به نقشه گرفته است که به طور دائمی چنین ریدها را انجام می‌دهند. مهاجران میگویند هرچند نه همه بازداشت شده ها اخراج میشوند، آنها را دوام یک روز در شعبه های پلیس اذیت میدهند. در شبکه‌های اجتماعی ایران عکس بوسابوسی جفت جوان، عملی که در جایهای جمعیتی این کشور منع است، توجه کاربران زیاد را جلب کرده است. این عکس محض همان روز نشر شد که در رابطه با اعتراضهای اخیر نفر دوم به اعدام محکوم گشت. در شبکه‌های اجتماعی ایران عکس بوسابوسی جفتی جوان، عملی که در جایهای جمعیتی این کشور منع می باشد، توجه کاربران زیاد را جلب کرده است. این عکس محض همان روز نشر شد که در رابطه با اعتراضهای اخیر نفر دوم به اعدام محکوم گشت. دادگاه انقلابی جمهوری اسلامی تاکید کرده است که محکوم شده دشمن خدا بوده در آشوب‌ها سهم داشته است. اعتراضها به خشونت نیروهای امنیتی ایران ماه سپتامبر بعد مرگ خانم در بازداشتگاه پلیس آغاز یافت. داخل قطار این نوار با هدف نشان دادن حمله پلیس به مردم در متروی تهران نشر شده است. در نوار دیگر زن در داخل مترو نمایان می شود که حجابش را آتش زده ازدحام بزرگ شعار اعتراضهای اخیر را تکرار می نماید.
15 نوامبر سالگرد اعتراضهای مردمی سال 2019 بود. اعتراضهای امساله بعد مرگ خانم 22 ساله مهسا امینی در بازداشتگاه شروع شد. پلیس اخلاق او را برای نپوشیدن و یا نادرست پوشیدن حجاب به حبس گرفته بود. در این نوار یورش نیروهای امنیتی ایران به بینای در شهر تهران ثبت شده است. گروه نروژی حامی حقوق بشر با نام هنگاو میگوید 15 نوامبر شمار بزرگ اعتراضگران کشته شد. این گروه مهاجران ایرانی حامی حقوق بر پایه معلومات گوناگون گزارش می‌دهد که در اعتراضها بیش از 300 کس به قتل رسید. 16 نوامبر اعتراض در کارخانه ذوب آهن یا خود آهنگدازی اصفهان راهپیمایی خود را ادامه داد. در شهر شیراز صحنه بوسه مشهور شده در شبکه‌های اجتماعی، تاجران دکان‌هایشان را بسته بودند. در یک ریتینگ یا نظرسنجی که کشورها از جهت صفت‌نوکی راه‌ها سنجیده می‌شوند، تاجیکستان از روی صفت راه‌ها به توپ 50 کشور جهان وارد شده، از تایلند و اندونزیا، ایران و گرجستان و حتی از بعضی کشورهای اروپایی به مثل ایتالیا و بلژیم پیش گذشته است. تحقیقات فورم عمومی جهانی اقتصادی اوید به صفت راه‌ها در جهان صفت قبط راه را در سراسر کشور ارزیابی کرده است. با اطلاع منبع، تاجیکستان سال 2016 مقام 70 را اشغال نموده بود و بنا به معلومات اخیر کشور در جای 50 قرار دارد و از لحاظ صفت راه‌ها میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل پس از آذربایجان در جای دوم و میان کشورهای آسیا مرکزی در جای اول است. این ارزیابی در حالی است که ساکنان منطقه‌های دوردست تاجیکستان پیوسته از وضع راه‌ها شکایت می‌کنند. اخیراً بانک آسیایی رشد ماه اکتبر خبر داده بود که برای نگهداری راه‌ها در جنوب تاجیکستان بیش از 43 میلیون دلار کمک بلایوز جدا کرد. این راه از آخمزار تا بختر را در بر می‌گیرد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 17 نوامبر خبر می‌دهد. 17 نوامبر سال 2006 حجتگذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارتی کیهانی نورک خاتمه یافت که بر عوض بیش از 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان بکار کرده شد. اسم آن به اکنا عوض شد. پایگاه نادر توان نظارت حرکت جرم‌های کیهانی و ابیکت‌های نظامی را در پهنای 50,000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغانتپه تاجیکستان جایگیر بود ترکیش رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررق قطع شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه های بود که در همکاری های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلات زیادی ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شیروانشاه علمشویف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمیناً 150,000 ساکنی بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمی پامیری و هم ترجمه واژه‌های آن به زبان‌های دیگر سهمگذار شد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.